وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده روز 13 دکبر در خوروغ در جلسه جنبستی 11 ماه فعالیت اپراتیوی خدمتی مقامات ملیتی ایالات مختار کوهستان بدخشان گفت با تلاش و کوشش‌های کارمندان مقامات حفظ حقوق وضع امروز در ولایت به اعتدال آمده مردم به کار و زندگی مشغول هستند. به عقیده گنرال پالکوونیک رحیمزاده ولایت مختار کوهستان بدخشان در پرتو دستگیری و غمخوری‌های پرزیدنت امامعلی رحمان سال سال رشد و ترقی یافته ایستاده است، اما رهبران و اعضایان گروه‌های متشکل جنایتی با صادر نمودن جنایت‌ها از قبیل معاملات غیر قانونی واسطه‌های نشأه‌دار، قاچاق سلاح و سنگ‌های قیمت‌بها وضعیت جامعه را در شهر خوروغ ناآرام ساخته به این عملهای جنایتکارانه خود نابالغان و جوانان را جلب کرده ایستادند. در این باره سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد. بنا به این منبع در این جلسه جنبستی در خوروغ سردار ریاست کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان گنرال مایور رستم میرزا مرادزاده درباره نتیجه‌های فعالیت خدمتی در سمت‌های حفظ ترتیبات جمعیتی، پیشگیری حقوق ویرانکنی‌ها در بین نابالغان و جوانان، بازرسی دولتی اتومبیلی، مبارزه با معاملات غیر قانونی، واسطه‌های نشأه‌دار و سمت‌های دیگر فعالیت ملیتی ولایت حساب داده است. این جلسه جنبستی مقامات ملیتی بدخشان در حال دایر شد که در پایان ماه نوامبر ولایت به موج نو اعتراض‌ها روبرو شد. هنگام عملیات بازداشت کشته شدن دو ساکن دیهه تقدیم نویه رشتله سبب شد که روز 25 نوامبر 100 نفر اعتراضگران جسدهای کشته شدگان در روی دست در کوچه‌های شهر خوروغ مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان راهپیمایی کرده در آخر در میدان نزد بنای حکومت ولایت با طلب به جوابگاری کشاندن گناهکاران مرگ گلبدین زیانبکوف و توتیشا امیرشایف را طلب کردند. اعتراضات در خوروغ 4 روز تا شام 28 نوامبر دوام کرد و در جریان ناآرامی‌ها در عموم 3 ساکن بدخشان کشته و دست کم 16 کس زخمی شدند. اعتراضگران شام 28 نوامبر در پی مذاکرات طولانی مقامات با نمایندگان تظاهرگران و پذیرفتن چند طلب‌های آنها به انجام رسید. مقامات از جمله راضی شدند که قضیه مرگ ساکنان بدخشان را زیر نظارت نمایندگان اعتراضگران تفتیش کرده کسی را برای اشتراک در اعتراضهای روزهای 25 و 28 نوامبر به جوابگری نکشند. برای تحقیق حادثه‌های اخیر تحت رهبری دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان یک گروه مخصوص عبارت از 20 نماینده مقامات و 6 نماینده جامعه شهروندی تأسیس داده شده. یوسف رحمان، رمضان رحیمزاده، اینچنین سیمامین یتیموف اینک تقریبا 2 هفته باز در خوروغ قرار دارند.